بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما روزداران عزیز و گرانقدر. الله رو سپاس از اینکه یک بار دیگر این فرصت در اختیار ما قرار گرفت تا در 27مین روز از ماه مبارک رمضان در خدمت شما سروران و عزیزان باشیم. لحظه های آسمانی رمضان با سرعت باد و برق در حال گذر و شاید 2 روز دیگه بیشتر از این ماه عزیز باقی نمونده باشه که امیدواریم این 2 روز 3 روز باشه و این ماه 30 روز بشه تا بتونیم فرصت بیشتری داشته باشیم در این ماه مبارک. اما همچنان فرصت باقی است. با شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های زنده لحظه های آسمانی و میهمان بسیار گرانقدری رو در داخل استودیو همراه خودمون داریم، حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان. من از طرف خودم و به نمایندگی از شما عزیزان و سروران خدمت جناب مولانا عرض سلام دارم و ادب و احترام و خوش آمد میگم بهشون. حضورشون رو در استودیو جناب مولانا خوش آمد. بنده خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم و امیدوار هستم که الله متعال طاعت و بندگی رو که خودش به ما توفیق داده که در این ماه انجام بدیم اون رو از ما و شما و تمام مسلمانان انشاءالله بپذیرید. آمین. در ماه مبارک رمضان 27 روز است رو که به همراه شما داریم روزه میگیریم. شبها رو حتی الامکان سعی میکنیم تا از لحظه لحظه اون استفاده کنیم و این فرصت ها رو به راحتی از دست ندیم. رمضان وقتی میاد حال و هوای خاصی میبخشه به محفل های ما، به خونه های ما، به شهر و دیار ما. برنامه زندگی ما رو کلاً متحول میکنه تا یک تحول در خود ما ایجاد بشه، تا یک آغاز جدید، یک زندگی نو رو تجربه بکنیم. رمضان میاد تا ما رو از سر نو یک تولدی دوباره هدیه بده. رمضان میاد تا رابطه ما رو با الله متعال تجدید بکنه. رمضان میاد تا ما از این فرصت استفاده بکنیم، تا فرصتی باشه برای تمرین، تا تمرینی باشه برای پخته شدن، تا ایمان خودمون رو تقویت بکنیم و رابطه خودمون رو با الله متعال تقویت بکنیم و زیباترش بکنیم و زینتش بدیم و بعد از رمضان راحت تر بتونیم که آنچه در رمضان تمرین کردیم و کسب کردیم رو ادامه بدیم. رمضان فرصتی برای تجدید رابطه و برقراری و ایجاد یک رابطه جدید و یک صفحه جدید و یک فرصت جدید و یک زندگی جدید در سایه الطاف الله متعال. رمضان باید این احساس رو در ما ایجاد بکنه تا الله متعال رو بیشتر در زندگی خودمون احساس بکنیم، تا همراهی الله متعال رو، تا معیت الله متعال رو بیشتر با خودمون داشته باشیم، تا فراموش نکنیم که ذاتی همیشه همراه ماست به نام الله که خالق ماست، رازق و مالک ماست، مدیر و مدبر کل عالمه. در این دنیا، بعد از این دنیا، در قبر و سرانجام در زندگی جاودانه آخرت همراه ماست و هیچ وقت جدایی نداره. رابطه بین ما و الله متعال. امروز میخوایم به همراه شما سروران و عزیزان درباره همراهی الله، درباره با الله بودن صحبت بکنیم. این احساس رو چطور میشه ایجاد کرد؟ چطور تقویتش کنیم؟ چطور پررنگش کنیم؟ چطور تمرین کنیم؟ چطور در وجود خودمون این احساس رو ایجاد بکنیم تا
وجود الله متعال رو در لحظه لحظه زندگی خصوصی و اجتماعی، فردی و گروهی خودمون تجربه بکنیم، احساس بکنیم، ایمانمون رو با این احساس تقویت بکنیم تا ثمرات اون رو در رفتار، کردار، گفتار و خلاصه در کل زندگی خودمون ببینیم. امروز با حضرت مولانا میخوایم درباره این موضوع صحبت بکنیم و شما بینندگان و شنوندگان عزیز در موضوع این برنامه که عنوانش رو گذاشتیم با الله. حضرت مولانا مقدمه صحبت رو از شما بشنویم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. همان گونه که شما هم اشاره فرمودید، واقعا ماه مبارک رمضان ماهی هست که انسان بیشتر از وقتهای دیگر و از زمان گذشته با الله هست. گرچه الله متعال همیشه با ما هست و هر جا با ما هست، در هر حال و در هر زمانی الله متعال با ما هست، اما ما چه بسا این معیت را در ماه مبارک رمضان بیشتر از گذشته احساس بکنیم. مراقبت را، یعنی این که الله متعال را ناظر بر اعمال و گفتار خودمون داشته باشیم، در گفتارمون، در رفتارمون مواظب باشیم که و مراقب باشیم آنچه را که الله میپسندد آن را انجام بدهیم و آنچه را که نمیپسندد از آن پرهیز بکنیم. همیشه آنجا باشیم که الله متعال از ما میخواهد و حضور ما را اونجا دوست دارد، مانند مساجد، در هنگام عبادت، و از جاهایی که الله متعال دوست دارد که ما را آنجا نبیند در اونجا در واقع نرویم سراغ گناهان و معصیت الله متعال. و این حس یک حس بسیار عالی و بلندی هست، چه بسا که بسیاری از انسانها به این حس، یعنی این که الله متعال را حس بکنند، لمس بکنند اون رو در زندگی خودشون و در وجود خودشون و در گفتار و کردارشون، یعنی مراقبت داشته باشند، الله متعال را همیشه ناظر بر اعمال و گفتار خودشون داشته باشند. این درجه ای هست که فقط انسانهای محسن و نیکوکار و انسانهایی که درجه اسلام و ایمان را پشت سر گذاشتن نهایتاً به این درجه میرسند. آنگونه که الله متعال در قرآن کریم در مورد اعرابی که منافق بودند در واقع اشاره می‌فرماید که وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، که اعراب ادعا داشتند که ما مؤمن شدیم، ما ایمان داریم. فکر میکردند که ایمان همین هست، یعنی این انسان در ظاهرش پایبند باشه، خودشون نشون بده، تظاهر بکنه، یعنی این که ایمان هست. الله متعال میفرماد که نه، شما ایمان نیاوردید، اما بگید ما اسلام آوردیم، ما تسلیم شدیم. ظاهرا شما دارید این در واقع اسلام رو نمایش میدید، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اما ایمان هنوز در وجود شما نهادینه نشده و تثبیت نشده. پس بنابراین با این مطلب در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم هم آمده که مراحل دیانت و دینداری، مراحل قرب به الله متعال، مراحل اطاعت و فرمانبرداری از الله متعال در 3 درجه هست. درجه اولش، نخستینش، که اسلام هست، یعنی پایبندی ظاهری به ارکان اسلام، یعنی پذیرفتن، قبول کردن و اجرا کردن اسلام. بنابر روایت حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما، بنی الاسلام علی 5: شهادت الله اله الا الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و صوم رمضان و حج البیت، که 4-5 مورد هستند که همشون ظاهری هست: تلفظ شهادتین و خواندن نماز، پرداخت زکات، روزه گرفتن و حج رفتن. مفهوم ظاهری اسلام و ارکان ظاهری اسلام هستند. بعد از این درجه ایمان هست، یعنی بالاتر از درجه، یعنی از ظاهر اعمالی که ما انجام میدهیم، از این ظاهر برمیگردیم به قلب میرویم، تأثیر خودش رو بر وجود ما میگذاره. بله، مبنای این اعمال باید در قلب باشد. اگر در قلب مبنای وجود نداشته باشد و این اعمالی که ما انجام میدهیم بدون پشتوانه باشد، این اعمال هیچ گونه ارزشی رو ندارد. ایمان مفهومی که در آیات قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده، یعنی باور داشتن، معتقد بودن و تصدیق کردن الله
و ایمان داشتن به الله متعال، به پیامبران الهی، به فرشتگان الله متعال، به کتاب‌های آسمانی و به روز قیامت و تقدیر. یعنی این 6 مورد رو ما باور داشته باشیم، این درجه ایمان هست. همین مواردی هست که ما در باطن و در ایمان و داخل خودمون داریم. بله. در ظاهر شاید ما کسی اصلا متوجه نشیم که شخصی که می‌بینیم ظاهرش به این چیزا معتقد هست نه. اینا نیروهای درونی است. نیروهای درونی هست، یک باور درونی هست. منتها یعنی وقتی که این باور در قلب انسان باشه، انجام دادن اعمال ظاهری برای انسان بسیار ساده هست. منافقانی که در وجودشون این ایمان نبوده، تظاهر به اسلام می‌کردند و اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالی یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. این مواردی هست که الله متعال در مورد منافقان نمیتونه ذکر الله رو انجام بدن، فقط تظاهر میکنند و این تظاهرشون هم با سختی هست. نمازی که مسلمان رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماند جعلت قرة عینی فی الصلاة، نماز یعنی مایه شادمانی من هست، مایه خنکی چشمان من هست. برای منافقین بسیار سنگین هست که و انها لکبیرة الا علی الخاشعین، که بسیار سنگین هست مگر برای کسانی که واقعا در قلبشون خشوع و خشیت الله متعال را دارن. عرض کردم که درجه با الله بودن یک درجه فراتر از این هست. در حدیث جبریل هم وقتی که ما نگاه میکنیم، حضرت جبریل علیه السلام میفرمایند که اخبرنی علی الاسلام. بله. رسول الله صلی الله علیه وسلم توضیح میدن. بعدش درجه بعدی سوال میکند اخبرنی عن الایمان، که رسول الله صلی الله علیه وسلم درجه بالاتر، الایمان ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه تا آخر رسول الله توضیح میدن. بله. در درجه سوم اخبرنی عن الاحسان، پله رفت بالا. یعنی احسان بالاتر از ایمان و اسلامه. بالاتر از ایمان و بالاتر از اسلام و ایمان هست. در بالاترین درجهش همون احسان هست. و رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر بخوایم با یک تعبیر ساده احسان رو ترجمه بکنیم، یعنی با الله بودن. با الله باشید، این ترجمه همون کلمه احسان از رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعریفی است که رسول الله صلی الله علیه وسلم از بالاترین درجه دیانت و قرب به الله متعال انجام دادند و فرمودند ان تعبد الله كأنك تراه، الله متعال را آنگونه عبادت کن گویا الله را میبینی. اگر واقعا الله متعال را در جلوی خودت هنگام نماز، هنگام زکات دادن، هنگام حج، هنگام روزه و هنگام تمام عباداتی که انجام میدی، در هنگام گفتارت و تمام اعمالی که انجام میدهی، الله متعال در جلوی روی تو بود و عملا تو میدیدی که در محضر الله متعال هستی، چه حالتی رو داشتی؟ خیلی احساس عظیمی. احساس عظیمی هست. ما نه تنها این که الله متعال را بتونیم که یعنی حضورش را در جلوی خودمون تجسم بکنیم که الله متعال هست، ما الله متعال را میبینیم. در میان خود مخلوقات و انسانها وقتی که ما پدر و مادر جلوی روی ما باشند، خب ما کارهایی رو که در جلوی دوستان میتونیم انجام بدیم، شوخیایی که با دوستانمون انجام میدیم، نمیتونیم در جلوی پدر و مادر اون حرفها رو بزنیم، اون کارها رو بکنیم. فضای دیگه است. فضای خاص خودش. در جلوی استاد باشیم، همچنین در مسجد باشیم، در حرم مکی باشیم، در حرم مدنی باشیم، هر یک مکانی و هر یک شخصیتی و جایگاهی اون ابهت خاص خودش را دارد و بالاترین درجه همون حضور در محضر الله متعال است. و بالله کأنک تراه، الله متعال را چنان عبادت کن گویا که تو الله متعال را میبینی. و اصلا بر این هست که هیچگاه انسان مسلمان نباید الله متعال را از یاد ببرد، همیشه در یاد الله متعال باشد و همیشه خود را در محضر الله متعال ببیند. این بالاترین درجهش هست. درجه دومش رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اگر تو الله را نمیبینی، الله متعال قطعا تو را میبیند. یعنی اگر باره اون درجه سخته که انسان فکر بکنه که الله تعالی را میبینه، این یکی که دیگه هیچ سختی نداره. اگر انسان احساس بکنه که استاد من، پدر و مادر من جلوی روی من هستند، من اونها را میبینم، خب درجه حضور قلبش و احترام و اون حالت خاصی رو که به اون دست میدهد متفاوت هست. مثلا بیشتر خودش جمع میکنه، بیشتر رعایت میکنه. اگر ببینید که الان پدر و مادر تو رو میبینند، به طور مثال از تلویزیون میبینند، از طریق موبایل میبینند، دوربین هست میبینند، تو اونا رو نمیبینی اما اونا تو رو میبینند، باز هم انسان در واقع مراقب هست.
خودشو جمع میکنه. به این خاطر است رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که درجه احسان که بالاترین درجه دیانت و ایمانداری هست این است که خود را همیشه در محضر الله متعال ببینید. در درجه اول این که تو الله متعال را میبینی و در درجه ثانی اگر نتوانستی به این مقام و این منزلت برسی که الله را ببینی، الله متعال قطعا تو را میبیند. و این احسان همان گونه که عرض کردم خدمت شما، معنی این هست که الله متعال همه جا و در هر حال همراه با ما هست. منتها این معیتی رو که الله متعال با ما دارد و این که الله با ما هست، در این هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد. در آیات متعددی الله متعال در زمانی که این معیت خودش را، همراه بودن الله با بندگان را الله متعال ذکر کرده در قرآن کریم، این رو در قالب 3 صفت از صفات خودش ذکر کرده. معیت به همراه چند صفت دیگه معیت هست و در همین آیاتی که معیت هست که الله متعال با شما هست، که مثلا و هو معهم اینما کانوا و هو معکم اینما کنتم، که الله هر جا که شما باشید الله متعال با شما هست. بسیاری اینو یک برداشت غلطی کردند از این آیه که الله یعنی گفتن الله همه جا هست، یعنی الله همه جا، یعنی الله متعال را یک جسمی تصور کردند و گفتند که الله متعال با حضور فیزیکی در همه جا دارد، که این یک برداشت غلط و اشتباهی هست. برداشت اینو تداعی میکنه که گویی انگار که همه چیز عالم خداست. بله، همه چیز عالم این برمیگرده به همون عقیده حلول و اتحاد که الله در همه جا هست، یعنی با ذات خودش همه جا حضور دارند و در همه چیز هست و که در مواردی که اصلا نمیشه که اینو انسان تصور بکنه و این یک نوع سوی ادب با الله متعال هست. اگر آیاتی رو که معیت خودش رو الله متعال به صورت کلی بیان کرده که الله متعال با بندگانش هست، این آیات رو به صورت کامل ما در نظر بگیریم و بخوانیم و صفاتی رو که الله متعال مد نظرش بوده در این معیت، معنی معیت را و همراهی الله متعال را ما به صورت کامل و دقیق ما میتونیم که درک بکنیم. 3 تا صفت از الله متعال که نامه ها و صفات الله متعال هستند: سمیع و بصیر و علیم، که در آیات متعددی از قرآن کریم و بیشترین صفاتی است که در قرآن کریم بعد از نام الله و الرحمن و الرحیم ذکر شدند که الله متعال سمیع هست، بصیر هست و علیم هست. سمیع یعنی شنوا هست، صدای ما رو میشنود. حتی در روایاتی که اومده که حتی در مورچه سیاهی در زیر زمین در ته چاهی باشید، بر روی سنگ سیاهی باشید، در دل شب قدم بردارد، الله متعال هم این مورچه را میبیند و هم صدای پایش را میشنود. یعنی شنوایی الله متعال، بصیر بودن و بینایی الله متعال، علیم بودن و دانایی الله متعال، آگاهی الله متعال حد و مرزی ندارد، بلا انتهاست، این قابل تصور برای ما نیست. الله متعال ما رو هم سمیع قرار داده، بصیر قرار داده، علیم قرار داده. هر انسانی ولو اینکه جاهل مطلق هم باشه یک چیزایی رو میدونه، بازم علیم هست، یک چیزایی رو در واقع میدونه. انسان بصیر هست، میتونه ببینه، سمیع هست، میتواند بشنود. اما این صفات رو الله متعال به ما داده صرفاً برای این که بتوانیم سمیع بودن و بصیر بودن و علیم بودن الله متعال رو تصور بکنیم. اگر در قاموس انسانیت سمیع نبود، چیزی به عنوان شنوایی نبود، چیزی به عنوان بینایی نبود، چیزی به عنوان دانایی نمی بود. الله متعال به ما میگفت که من سمیعم، من بصیرم، من علیمم. ما از کجا میفهمیدیم که سمیع و علیم و بصیر یعنی چی؟ معیاری برای سنجش نبود. معیاری برای سنجش نبود. یک نمونهش رو الله متعال به ما انسان‌ها و بقیه مخلوقات خودش داده تا ما این قیاس بکنیم که الله متعال در واقع سمعش، بصرش و علمش و تمام صفات دیگری رو که الله متعال دارند بلا منتها هست. لیس که مثلی شیء، که صفات الله را با صفات انسان و ذات الله را با ذات انسان و برعکس نمیشه اینو با هم دیگر مقایسه کرد. پس بنابراین این صفت سمع و بصر و علم الله متعال، اینها معیار کلی معیت و همراهی الله متعال با انسانهای به صورت کلی با تمام مخلوقات هستند. این چطور جمع میکنه بین معیت و صفات؟ الله متعال مثلا در سوره مجادله در آیه 7 میفرماید: الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. از علم شروع میکنه. آیه‌ای رو که در اون از معیت خودش صحبت میکنند، الله متعال با در واقع صفت علم اینو ذکر کرده. الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. مگر نمیدانی، مگر نمیبینی که الله متعال هر چه در آسمان هست و هر چه در زمین هست همه را میداند؟
یعنی علم الله متعال هست. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم. بحث شنوایی رو در اینجا مطرح کرده. اگر 3 نفری با همدیگر در گوشی نجوا بکنند، با همدیگر یواش و آهسته صحبت بکنند، کسی دیگر نشنود، الا هو رابعهم، مطمئنا الله چهارمی اونها هست. 3 نفر اینا چهارمی الله هست. این الله به همون اندازه که اینها میشنوند، بلکه فراتر از این که 2 نفر که با هم در گوشی صحبت میکنند و نجوا میکنند، صدای یکدیگر را میشنوند، قبل از اینها و بهتر از اینها الله متعال در واقع میشنود. ولا خمسه الا هو سادسهم، 5 نفر باشن ششمیشون الله متعال، یعنی هر کسی باشه 2 نفر باشن سومشون الله متعال است. پس بنابراین الله متعال در این آیه ابتدا شروع کرده الله متعال هر چی در آسمان ها و در زمین هست الله متعال میداند. هر چند که شما با همدیگر نجوا کنید، بسیار آهسته صحبت بکنید که کسی دیگر نشنود، الله متعال اینو میداند. ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، حتی پایینتر از این یا بالاتر از این باشه، الله متعال همه را میبیند و میشنود. اگر 3 نفر باشید چهارمیتون الله هست، 5 نفر باشید ششمیتون الله هست. الا هو معهم اینما کانوا. بعد از این که با علم شروع کرده، الله میداند، الله میشنود، هر جا باشی الله متعال با شما هست. یعنی با همون علمش و با همون سمعش الله متعال با شما هست. ثم ینبئهم بما عملوا یوم القیامه، الله متعال به شما خبر میدهد، یعنی اینکه میبیند آن کاری را که انجام دادید الله دیده، میدانسته، شنیده و یک روزگاری دوباره به شما خبر میدهد که شما چه کاری کردید. هر چیزی که شما دیده باشید، هر چیزی رو که یعنی قبلا ببین فرمودند که الله متعال آنچه در آسمان ها و زمین هست میداند. آنچه را شما با هم دیگر نجوا میکنید میشنود. در روز قیامت آنچه را شما میکردید به شما خبر میدهد، یعنی دیده که ما چه کارهایی رو انجام دادیم. تمام اینها رو الله متعال به این تعبیر کرده الا هو معهم اینما کانوا، هر جا که باشند الله متعال با اونها هست. ان الله بكل شيء علیم، الله متعال به هر چیزی علیم هست. اول آیه با علم شروع شد، آخرش هم با علم شروع شد. در لابلایش هم الله متعال یعنی سمع خودش را، بصر خودش را هم در واقع اعلام کرد که الله متعال شاهد و ناظر اعمال شما هست. در سوره حدید باز هم تعبیری شبیه به این رو داریم که الله متعال باز هم این تعبیر معیت خودش رو بیان کرده. در این آیه باز هم الله متعال از آسمان ها صحبت می کند، از زمین صحبت می کند و از صفات جلال و عظمت و علو خودش صحبت می کند. یعنی در عین حال که الله متعال بسیار بلند و بالا هست، مقامش خیلی بالا هست، مکانش خیلی بالا هست که نیازی به مکان ندارد، با وجود این الله متعال همراه با شما هست. هو الذي خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. الله متعال آن ذاتی هست که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید. ثم استوى علی العرش، و سپس بر روی عرش قرار گرفت. استوا به معنی استقره هست، یعنی این که الله متعال بر روی عرش در واقع قرار گرفت. بعد از این میفرماد که یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها. الله متعال میداند که در زمین چه چیزی فرو می رود، چه چیزی نازل می شود و چه چیزی از زمین خارج می شود. و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها. الله متعال میداند که از آسمان چه نازل می شود و به آسمان چه بالا می رود. هر چیزی که از آسمان نازل می شود الله متعال میداند و هر چیزی که از زمین به طرف آسمان بالا می رود الله متعال. همون تعبیری هست اونجا الله متعال فرمودند که الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. دقیقاً همون علم خودش رو الله متعال در اینجا هم بیان فرموده. در ادامه میفرماید و هو معکم اینما کنتم. الله متعال با شما هست هر جا که باشید. همون تعبیر علمش رو الله متعال همه چیز رو، زمین رو آفرید، آسمان رو آفرید، بر روی عرش قرار گرفت. هر چیزی که از زمین بلند می شود یا بر زمین فرو می رود، هر چیزی که به طرف آسمان بالا می رود یا از آسمان نازل می شود، همه رو الله متعال می داند. و هو معکم اینما کنتم والله بما تعملون بصیر. الله متعال به هر چیزی که شما عمل بکنید بصیر هست. در مجموعه این 2 آیات و در هر 2 آیه الله متعال هم از سمع خودش و هم از بصر خودش و هم از علم خودش در واقع ما را اطلاع داده و آگاه کرده و در قالب این محیط و در این فضا الله متعال به ما میفرماد و هو معکم اینما کنتم. الله با شما هست هر جا که باشید. یعنی این که الله با سمع خودش، با بصر خودش، با علم خودش، با قدرت خودش، با احاطه خودش، الله متعال با شما هست.
یعنی این معیت با علم است و با سمع و بصر و احاطه نه با ذات. نه بله، این معیتی هست که نشأت گرفته از سمع الله متعال هست، از بصر الله متعال هست، از علم الله متعال هست، از قدرت و احاطه الله متعال هست. یعنی شما هر جا که باشید باز هم در محضر الله متعال هستید و الله متعال شما رو میبیند. معنی این آیه این نیست که الله متعال در همه جا قرار دارد. الله متعال بنابر تعبیری که در این آیه شده ثم استوى علی العرش، که در 7 مورد این تعبیر رو در قرآن کریم داریم، ثم استوى علی العرش، که الله متعال بر روی عرش قرار گرفت. معنی صحیحش این است که مکان الله متعال، ما میگه الله متعال نیازی به مکان ندارد، نیازمند مکان نیست، اما عرش را به عنوان مکان خودش انتخاب کرده، بر روی عرش الله متعال قرار گرفته. اما این که بر روی عرش هست و خیلی بالا هست و ما میدونیم که عرش سقف مخلوقات هست، عرش سقف مخلوقات، یعنی تمام آسمان ها و زمین در واقع در دایره عرش الله متعال در واقع قرار دارن و بزرگترین مخلوق الله متعال هست. پس بنابراین همون گونه که عرش الله متعال محیط بر تمام مخلوقات هست، علم الله متعال سمعش و بصرش هم محیط بر تمام مخلوقات است. این که الله متعال بسیار رفیع هستند، بلند مرتبه هستند، بر روی عرش هستند، معنیش این نیست که الله متعال از شما غافل هست. الله متعال به هر عملی که شما انجام میدهید سمیع هست، بصیر هست و علیم هست. و بدین خاطر هست که بسیار از علمایی که در باب تزکیه و احسان و تصوف به تعبیری یا من تربیت روحی و معنوی کار میکنند، این بر روی این صفت بسیار یعنی انگشت گذاشتن و تاکید میکنن. زیرا اگر انسانی در واقع همیشه و در همه حال معتقد بر این باشه که الله متعال صدای ما را میشنود، خب مواظب گفتار خودش هست. معتقد به این باشد که الله بصیر هست، اعمال ما را میبیند، مواظب اعمال خودش هست. و معتقد به این باشد و در قلبش جا بگیرد که الله متعال علیم هست، خب کارهایی رو که انجام میدهد و اون اموری رو که در قلبش پدید میاد و خاطره ها و انگیزه ها و تصمیم هایی که در قلبش به وجود میاد، اونها رو در واقع کنترل میکنند. پس بنابراین معیت الله متعال، این معیتی که عرض کردم که الله متعال با علمش، با سمع و با بصرش با تمام انسان ها هست، این محدودیتی ندارد. الله متعال با مسلمان هم هست، با کافر هم هست، در هر جا و در هر زمان هر کسی که باشد. این اختصاصی نه به مسلمانان دارد و نه به یک مکان خاصی دارد. الله متعال در هر جایی که تصور بکنی که انسانی موجودی باشد یا نباشد، الله متعال بصیر هست بر اون مکان، علیم هست به اون چیزی که در اونجا هست، سمیع هست به اتفاقاتی که در اونجا در واقع میفته. و این معیت الله متعال یک معیت عام و شامل هست که تمام موجودات و تمام مخلوقات رو الله متعال در واقع در بر گرفت. خیلی ممنونم ازت مولانا. واقعا احساس بسیار زیبایی است اسم معیت الله متعال که انسان هیچ وقت در هر جایی از دنیا که باشه احساس تنهایی نخواهد کرد وقتی که میدونه الله متعال با اون عظمت و دیگه الله دیگه خالق آسمان ها و زمین و نیازی هم به تعریف نداره که بیشتر از این بخوایم درباره جایگاه صحبت بکنیم برای ما بنده ها. حداقل وقتی انسان احساس میکنه که الله متعال هست همیشه و سمیع است، بصیر است و علیم است، به حال انسان از حال ما خبر داره، صدا و نجوای ما رو میشنوه و رفتارهای ما رو میبینه، از یک طرف هم انسان بیشتر حواس خودش رو جمع میکنه، سعی میکنه که بیشتر مراقب و مواظب خودش باشه، و از طرف دیگر احساس بسیار زیبایی به انسان دست میده که هیچ وقت احساس تنهایی و ترس و خوف به سراغ انسان نمیاد وقتی که معیت الله متعال همراه انسان هست. اگر اجازه بدید حضرت مولانا به همراه شما و بینندگان عزیز میان برنامه میبینیم و همچنین شنوندگان عزیز رادیو پیام اسلام برمیگردیم ان شاء الله همچنان در خدمت شما خواهیم بود با ادامه موضوع الله با ماست.
با عرض سلام مجدد خدمت همه شما عزیزان و سروران، همچنان با لحظه های آسمانی 27مین روز از ماه مبارک رمضان در خدمت شما سروران و خوبان هستیم با موضوع الله با ماست. حضرت مولانا درباره معیت الله متعال صحبت کردند و اینکه هیچ بنده‌ای و هیچ مخلوق و ذره‌ای در عالم نیست مگر اینکه الله متعال از حال اون آگاهه و الله متعال با علمش، با بصیرتش، با سمعش و با صفاتی که شایسته ذات الهی است از حال اون مطلع و خبر داره. در هر گوشه از عالم که باشیم الله ما ماست. خدا الله متعال فرمود و هو معکم اینما کنتم. الله متعال با شماست هر کجا که باشید. معیت الله متعال شامل حال همه انسان ها، همه موجودات و همه مخلوقات و این احساس زیبایی رو به انسان هدیه میده که انسان هیچ وقت در زندگی دچار یأس و ناامیدی نشه. حضرت مولانا آیا از آنچه که اشاره فرمودید در بحث معیت الله متعال، معیتی که همه رو در بر میگیره، مسلمان و کافر و تمام موجودات و تمام عالم رو، آیا همراهی خاص‌تر و همراهی ویژه‌تری هم هست که برای برخی ها باشه فقط؟ حالا ما این که میگیم الله متعال با همه هست، خب همه هستن دیگه، حالا انسان مسلمانش هم هست، کافرش هم هست، حالا شاید زیاد تفاوتی نکنه در این باب که همه همراهی الله متعال رو دارن. آیا ما وقتی که میگیم الله به همراهت، مثلا ما یک کسی رو میخوایم ادعا بکنیم خدا به همراهت، خب حالا گفتن این کلمه وقتی که میگیم خدا به همراهت یا میگیم خدا حافظت یا میسپاریمش به الله تعالی، خب هست دیگه. آیا این فرق میکنه؟ آیا همراهی دیگری هم ما داریم غیر از اون همراهی کلی که همه مخلوقات با الله متعال دارند؟ قبلا عرض کردم خدمت شما و بینندگان عزیز که مقام احسان و حضور در محضر الله متعال بالاترین مقامی هست که یک انسان میتواند کسب بکند بعد از مقام اسلام و ایمان. مقام احسان هست. قطعاً آن کسانی که به مقام احسان رسیده باشند و نفس خودشان را تزکیه کرده باشند، مطیع اوامر الله متعال باشند و از نواهی الله متعال اجتناب بکنند، آنگونه که الله میخواهد آنگونه باشند، قطعاً الله را هم آنگونه خواهند دید که خودشان میخواهند. دنیا به کام آنها خواهد بود و در هر جا برای اونها در واقع تفاوتی نداره که چه در سختی باشند، چه در غم باشند، چه در شادمانی باشند، همه برایشون یعنی اون یکسان هست، بدین خاطر که با الله خودشون راز و نیاز میکنن، مقام قرب به الله متعال را دارن. جمله بسیار زیبایی هست از شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه که میفرماید ما یفعل بی اعدایی، دشمنان میخوان با من چیکار بکنند؟ جنتی و بستانی فی صدری این رحت فهی معی. جنت من، باغ و بستان من، تمام سرمایه من تو قلب من هست. ارتباطی هست من با قلب خودم، در قلب خودم و به وسیله قلب خودم با الله متعال دارم. اینو هیچ قدرت قاهری و هیچ جبار و ظالم و هیچ پادشاهی نمیتونه که تحت تاثیر قرار بده یا اونو قطعش بکنه. میگه که سجنی خلوتون و نفی سیاحتون و قتلی شهادتون. بخوان منو زندان بکنند، با پروردگارم خلوت بکنم. بخوان منو تبعید بکنند، خب به سر سیاحت میپردازن. بخوان منو بکشند، خب شهید میشوند که بالاترین مقامه. واقعا اون کسانی که با الله متعال هستند، در خوشی و غم برای اونها واقعا اون لذتی که قرب الله متعال داره و اون مقام احسان داره، این رو از یاد نمیبرند. این قرب الله متعال و این لذت تمام سختی های دنیا رو در واقع پوشش میده و تحت شعاع خودش قرار میده، به اندازه‌ای که انسان مسلمان هرچند که ایمانش قوی تر باشه، هرچند که به الله متعال در واقع نزدیک تر باشه، به جای این که احساس درد بکنه احساس لذت میکنه. کم هستند اون کسانی که مصیبت رو بر مصیبت صبر بکنن، تحمل بکنن بر مصیبت، و کمتر هستند اون کسانی که به مصیبت راضی باشند.
راضی باشند. این که عزیزی رو از دست دادند، مالی رو از دست دادند، خودشون بدنشون در واقع دچار بیماری شده، راضی باشند به این خیلی کم هستن. اما اون کسانی که باز هم شکر بکنند الله را بر این بیماری و بر این درد و رنج، اونا دیگه نادر هستند و خیلی کم هستند. و واقعا هم زمانی که الله متعال در واقع رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماند این اشد الناس بلان الانبیاء ثم الامثل فالامثل، این هر کسی نمیتونه درک بکنه. آن کسانی که به الله نزدیکترند امتحانشون سخت‌تر هست، بلا و مصیبت سر اونها بیشتر هست. رسول الله میفرماند سخت‌ترین بلا و مصیبت و امتحان مال انبیا هست و بعد از اون در درجه پایین‌تر هر کسی که مقامش بالاتر هست و به انبیا نزدیکتر هست، سختی که در دنیا تحمل میکنه بیشتر هست. اما این افراد کسانی هستند که الله متعال اینها را ساخته، اینها میتوانند تحمل بکنند. بسیار از مردم اونگونه که در روایتی که در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم اومده، کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر گاهی وقت انسان رو به کفر میرسونه. یعنی چی؟ یعنی این فردی که یعنی فقر اون رو به کفر رسانده تحمل فقر رو نداره. اما کسانی هستند که در واقع فقر باشه، غنا باشه، ثروت باشه، برای اون هیچ گونه تفاوتی رو در واقع نداره. پس بنابراین کسانی که از درجه احسان بیشتری در واقع برخوردار هستند، الله را بیشتر شناختند، با نامهایش و با صفات الله متعال و خاصیت صفات الله متعال را شناختند، با تقدیر الله متعال آشنا هستند و راضی هستند به تقدیر الله متعال، قطعا آنها معیتی را که الله متعال با آنها دارد متفاوت هست. این معیت خاص تره. چه تفاوتی بین این معیت و معیت عام هست؟ به صورت کلی اولا در معنی و مفهومش تفاوت وجود داره، در خود معنی و مفهومش تفاوت وجود داره. وقتی که ما میگیم که به قول مثالی رو که شما فرمودید که مسافری رو وقتی که بدرقه میکنیم میگیم که الله همراهت، الله پشت پناهت، معنیش این است که الله حافظ تو، الله نگهدار تو باشه، الله تو رو موفق بکنه. این معنی رو داریم، یعنی نصرت و تأیید و توفیق رو الله متعال شامل حالت بکنه. اما وقتی میگیم که الله با اون معیت عامی که هست که الله متعال با همه شما هست، اون معیت علم هست، معیت سمع و بصر هست، معیت قدرت هست. در هر جا باشید زیر نظر الله متعال هستید. الله خبر داره. الله خبر داره از شما، میبیند شما را، میشناسد شما را، کجا رفتید، چیکار کردید. اون معیت عامی هست. اما معیتی که خاص هست برای انسانهای برگزیده هست، این معیت به معنی نصرت کردن هست، به معنی پشتیبانی کردن و حمایت کردن هست، به معنی یاری کردن هست. و نمونه هایش رو ما داریم در سیرت انبیا، حضرت موسی علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه وسلم. و یک نکته ای رو که شما قبلا بهش اشاره فرمودین، وقتی که انسان ایمان داشته باشد، به درجه احسان برسد و مطمئن باشد 100% الله متعال با من هست، هیچ وقتی این گونه نیست که الله متعال مرا رها بکند، مرا تنها بگذارد، از حال من، درد و غم من، از رنج من، از هجرت و دوری من، از فقر و بدبختی من خبر نداشته باشه. در هر حال خبر دارد و مرا میپاید و میبیند و تحت نظر الله متعال من هستند. این گونه انسانی هیچ وقت شکست نمیخورد و ناامید نمیشود. حتی در آخرین لحظاتی که تمام درهای مادی و ظاهری جلوی روش بسته باشند، باز هم یک دری را اون در واقع به عنوان راه رستگاری و راه نجات میبیند که بقیه نمیبینند. هر کسی که به الله متعال نزدیکتر باشد، این در را بیشتر میبیند و در برایش گسترده تر هست، هیچگاه به تنگنای در واقع نمیرسد. حضرت موسی علیه السلام زمانی که بنی اسرائیل رو برداشت و از چنگال فرعون میخواستند فرار بکنند تا اینکه به دریا رسیدن، این نقطه پایانی بود از دیدگاه تمام بنی اسرائیل. از یک طرف آب دریاست و از یک طرف هم اینطور فرعون با لشکرش اومدن قال اصحاب موسی ریشه کن کنن اینا لمدرکون. ما رو گرفتن، احاطه شدیم، ما دیگه راه فراری نداریم، ما رو گرفتار کردند، ما رو اسیر کردند، گرفتار شدیم، راه فراری رو در واقع نداریم. همه بنی اسرائیل این حرف رو زدن. حضرت موسی چی میگه؟ کلا ان معی ربی سیهدین. کلا، هرگز نه. این چه حرفی که شما میزنید؟ انا لمدرکون یعنی چی؟
به آخر خط رسیدیم، این معنی نداره برای انسان مسلمان که به آخر خط برسه. کلا ان معی ربی سیهدین، الله با من هست، راه نجات ما را فراهم خواهد کرد. سیهدین، راه را جلوی پای من باز خواهد کرد. نتیجتاً برخلاف تمام نوامیس فطری و طبیعی و تمام قانون فطری و بشری که بود، با عصایی که بر روی دریا زد، دریا شکافته شد و راه باز شد رفتن. در بنبست راه آسمان باز است. راهی هم که نه تنها یک راه، 12 راه در واقع برای بنی اسرائیل الله متعال باز کرد، به خاطر اون ایمان و یقین 100% که حضرت موسی علیه السلام داشت و این ندا را در واقع فریاد زد کلا ان معی ربی سیهدین، الله متعال با من هست و الله متعال ما را هدایت خواهد کرد. من حرکت کردم، به دستور الله حرکت کردم. من از همون جایی که شروع کردم تا این جایی که رسیدم زیر نظر الله متعال بودم. این معیتی که اینجا حضرت موسی علیه السلام میفرماد که ان معی ربی سیهدین، این معیت نصرت هست، یعنی راهگشایی برای من خواهد بود، مرا نصرت خواهد کرد. نتیجتا هم الله متعال رو نصرت کرد. در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم جریانی مثل این در واقع پیش اومد که الله متعال میفرماد الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. اگر شما پیامبر را یاری نکنید، الله خودش یاورش هست. یعنی بحث معیت که در ادامه میاد، اول از نصرت شروع میکنه. الا تنصروه فقد نصره الله، اگر شما پیامبر ما را نصرت نکنید، یاری نکنید، الله خودش ناصر و یاور الله متعال هست. اذ اخرجه الذين كفروا، آن زمانی که کافران پیامبر ما را بیرون راندن، از شهر مکه اخراجش کردن. ثانی اثنین، همشون 2 نفر، اول و آخرشون 2 نفر بودن. نه لشکری داشتند، نه سلاحی داشتند، نه قدرتی داشتند، فقط 2 نفر در واقع بیمناک و هراسان بودند، کسی اونها رو نبیند، مخفیانه از مکه رفتن بیرون. اون زمانی که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی اذ هما فی الغار، زمانی که در غار بودند و همون حالتی رو که در واقع حضرت موسی علیه السلام به بنبست گیر کرده بود، ظاهرا رسول الله صلی الله علیه و سلم و حضرت ابوبکر صدیق هم به بنبست رسیده بودند. داخل غار هم دشمن راه فراری هم وجود نداره، دهانه غار هم کلا کفار اومدند و نشستند. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه که دلهره داشت، گفت که یا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمه لرآنا. یا رسول الله، اگر کسی پایین نگاه بکنه ما رو میبیند از اون بالا. خیلی اینطور آروم میگه که نشنون اونا بیرون از غار. اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. آن لحظه بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود لا تحزن، اندوه نخور، غم مخور، ان الله معنا، الله متعال با ما هست. یعنی از اینجا هم راهی رو پیدا میکنه، با تار عنکبوتی باشه یا اینکه کافران رو از اینجا ناامید بکنه، برگردند، رد پای رو پیدا نکنند، اصلا تصور نکنند که داخل غار کسی رفته. به هر صورتی برخلاف تمام قوانین فطری و بشری، کفاری که از دم خانه رسول الله و ابوبکر رد پای رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابوبکر رو گرفته بودند، رد پا رو آوردن تا کنار کوه. با اون کسی که در واقع رد شناس بود گفت که رد پاشون تا اینجا اومده، بالای کوه دیگه رد پا باقی نمیمونه، تا اینجا که اومدن خب باید داخل این کوه باشن دیگه. اما باز هم الله متعال برخلاف تمام تصوراتی که میرفت، الله متعال اونها رو حفظ کرد. و یک نکته عجیبی در اینجا هست، بحثی که آیه که درباره حضرت موسی اومده و آیه که در مورد رسول الله صلی الله علیه وسلم اومده. حضرت موسی در اونجا میگه کلا ان معی ربی، الله با من است. لفظ مفرد رو به کار میبره. شما که ایمانی ندارید بنی اسرائیل، انا لمدرکون میگفتید و باور ندارید که الله متعال راه نجاتی رو پیدا میکنه. اما در اونجا حضرت موسی علیه السلام میفرماد که ان معی ربی، الله با من هست. اما در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم به رفیقش فرمودند، به صاحبش و یار غارش که اونگونه که در قرآن اومده لا تحزن ان الله معنا، الله متعال با ما هست، یعنی هم من و هم تو. فانزل الله سکینته علیه و ایده بجنود لم تروها، الله متعال پیامبرش را در واقع نصرت کرد و حضرت ابوبکر صدیق را، و ایده بجنود لم تروها، و در رسول الله صلی الله علیه وسلم را با لشکریانی که شما نمیدیدید، نه جند،
جنودی، با لشکریانی که شما نمیدیدید الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم را حفاظت کرد. این لشکر میتونه که لشکر در واقع پرندگان باشه، لشکرهای معنوی باشند، لشکر فرشتگان باشه، یا هر مورد دیگری که در این مورد در واقع هست. پس بنابراین کسانی که واقعا با الله هستند، الله متعال اضافه بر اون معیت و همراهی که نشانگر علم الله متعال هست، نشانگر سمع و بصر الله متعال هست که ما در محضر الله متعال هستیم و قدم میزنیم، اضافه بر اون الله متعال با همراهی و نصرت خودش، با معیتی که به معنی نصرت و به معنی پشتوانه بودن و پشتیبان بودن و یاری کردن و موفق کردن، الله متعال با انسانهای نیکوکار هم خواهد بود. چه صفاتی حضرت مولانا کمک میکنه بیشتر تا این معیت رو ما کسب بکنیم؟ ببینید الله متعال در قرآن کریم این دو مورد رو برای ما به عنوان نمونه عملی ذکر کرده که انسانهایی که به این مقام والا رسیده بودند و در آخرین لحظات هم الله متعال به داد اونها رسیده، در بنبستها و تنگناها الله متعال برای اونها و جلوی رویشون راهی رو در واقع گشوده است. صفاتی رو الله متعال در قرآن کریم ذکر کرده، مثلا به طور مثال ان الله مع الصابرین یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. الله متعال مع الصابرین، با صابران هست که در موارد متعددی الله متعال مثال در سوره انفال هم، این در سوره بقره هست، در سوره انفال هم الله متعال این مطلب را بیان فرمودند که ان الله مع الصابرین. خب وقتی که الله متعال میفرماید که هو معکم اینما کنتم، الله متعال با شما هست، شما یعنی کی؟ یعنی تمام مخلوقات. در اینجا به صورت خاصتری به الله متعال میفرماید ان الله مع الصابرین، الله همراه صابران هست، با صابران هست. این معیت فرق میکنه، معیت فرق میکنه با اون معیت، یعنی این که الله متعال پشتیبان در واقع صابران هست. صبر یعنی چی؟ صبر یعنی این که انسان بر اعمالی که الله متعال انجام داده، چندین مورد ما صبر داریم. معنی صبر اگر بخوان، صبر خود کلمه صبر به معنی حبس هست، به معنی بند کردن نفس، یعنی جلو خویشتن داری کردن، و چندین مورد داره. صبر بر طاعت الله متعال، یعنی در اطاعت الله متعال ما صبر و پایداری داشته باشیم در انجام عبادت ها. در انجام عبادت. بسیار از مردم هستند یک روز روزه میگیرند خسته میشن، یه روز اول رمضان یک جزء قرآن خوندند دوباره خسته شدند، چند رکعت نماز خوندند تا چند شبی دوباره خسته شدند. اینا صابر نیستند. صبر یعنی این که انسان بر تمام اعمالی که الله متعال دستور داده صبر بکنه. سخت برای انسان، و یکی از معنی صبر که به معنی تلخی هست، یعنی واقعا هم تلخه و سخت برای انسان که واقعا صبر بکنه. اما انسان اگر بر اطاعت الله متعال صبر بکنه. مورد دوم صبر از منهیات هست، از شهوات هست، وسوسه هایی که انسان وسوسه میشه برای انجام گناه، از این مورد هم صبر بکنه. این هم سخته. مقاومت در برابر اون وسوسه، مقاومت در مورد نفس، در مورد شیطان، در مورد غریزه های فطری که در انسان وجود داره. غریزه جنسی هست، غریزه حب مال هست، حب جاه و مقام هست و بقیه مواردی که هستن. در مقابل اینها صبر کردن کار هر کسی نیست. و صبر در سختی ها، در هنگامی که مصیبت بر انسان نازل می شود، که مهمترین موردش هم این مورد هست، اگر کسانی این صبر را داشته باشند و این ویژگی را داشته باشند، مطمئن باشند که ان الله مع الصابرین، الله متعال با صابران هست. یعنی در سخت‌ترین موارد باز هم الله متعال اونها را نصرت خواهد کرد. پس بنابراین یکی از گروه‌هایی که صبر، که معیت خاص الله متعال و پشتیبانی الله متعال را دارند، گروه صابران هستند. گروهی دیگر متقین هستند. واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین، که در مورد دیگری هم از الله متعال در قرآن در چند مورد این مطلب را فرمودند که ان الله مع المتقین، الله متعال با متقیان هست، پرهیزگاران هست. تقوا و پرهیزگاری، یکی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه از حضرت ابی رضی الله تعالی عنه پرسید که تقوا یعنی چی؟ ابی گفت که تا حالا شده که در یک مسیری که پر از خس و خاشاک و خار باشه رفته باشی، بخوای رد بشی از یک جایی که پر از خس و خاشاک؟ گفت بله رفتم. گفت خب چیکار میکنی وقتی که رد میشی از اینجا؟ گفت هیچی، لباسامو جمع میکنم و یواش یواش قدم برمیدارم، با احتیاط راه میرم که لباسم به خاره ها و این طرف اون طرف گیر نکند و به کثافتی در واقع آلوده نمیشه. گفت تقوا هم همینه، در مسیر زندگیت مواظب باش، پایت را جایی بگذار که الله متعال ناراض نشود.
لباست را طوری جمع بکن که با آلودگی‌های گناه در واقع آغشته نشود. اوامر الله متعال را انجام بده و از نواهی الله متعال در واقع پرهیز بکن. این معنی تقوا هست. آنجایی که الله متعال دستور داده که باش، اونجا باشی. آنجایی که الله متعال دستور داده که نباش، به هیچ عنوان و با هیچ قیمتی در اونجا حضور پیدا نکنیم. الله متعال با متقیان هست. والعاقبة للمتقین، سرانجام فتح و پیروزی همراه با متقیان هست. غیر از این اومده و ان الله مع المؤمنین هم اومده، ایمان به الله و ملائکه و بقیه مواردی که قبلا در واقع توضیح دادم. ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، الله متعال همراه با آن کسانی هست که تقوا پیشه کردند و همراه با آن کسانی هست که محسنین هستند. الله متعال همراه با محسنین هست. احسان را در یعنی یک مفهوم بسیار گسترده ای رو داره احسان، یعنی احسان در عبادت الله متعال، همون گونه که عرض کردم ان تعبد الله کانک تراه، الله را آن گونه عبادت کن که الله را میبینی و اگر الله را نمیبینی الله متعال تو را میبیند. این احسان با الله هست، یعنی دایره احسان گسترده هست، هم با الله ما باید احسان داشته باشیم و هم با بندگان الله. در مورد الله یعنی در عبادت الله متعال ما دقت بکنیم، عبادت را به بهترین وجه انجام بدیم، آنگونه که ما الله متعال را میبینیم، هم از نظر ظاهری عبد الله کانک تراه، از نظر باطنی و هم از نظر ظاهری الله متعال دستور داده و اقیموا الصلاة یقیمون الصلاة، اقامه نماز یعنی نماز را آنگونه که شاید و باید با تمام فرایض و ارکان و واجبات و سنت و آداب به نحو احسن باید انجام بدیم. ظاهر و باطن در واقع به یکی باشه. این احسان با الله متعال است. احسان با بندگان الله هم باید داشته باشه. وقال ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، به پدر و مادر احسان بکنید. نه تنها به پدر و مادر و نه تنها به انسانها، بلکه به حیوانات هم الله متعال دستوری به احسان داده. و در روایت اومده که الله متعال یک زن فاحشه را صرفاً به خاطر این که یک سگی را آب نوشاند که نزدیک بود از تشنگی هلاک بشه، الله متعال او را بخشید و وارد بهشت کرد. الله رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماد که ان الله كتب الاحسان علی كل شیء، الله متعال احسان را، نیکی را برای همه بر شما فرض کرده، هم به انسانها و هم در عبادت خودتون، هم به حیوانات. فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، اگر میخواید بکشید هم به خوبی بکشید. در مورد ذبح کردن حیوان در ادامه میفرمایند که ولیحد احدکم شفرته ولیرح ذبیحته، کارد خودتون رو تیز بکنید و حیوانی رو که سر میبرید یک سری اون رو راحتش بکنید، یعنی زجرکش نکنید اون حیوان رو در واقع. پس بنابراین مفهوم احسان و هم در بعد عبادت هست با الله متعال و هم احسان به نفس هست و به پدر و مادر هست و به خویشاوندان هست. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ضرر رسانیدن به خود یا به دیگران به هیچ عنوان در اسلام جایز نیست و فراتر از دایره انسانها و فراتر از دایره عبادت الله متعال و رفتار با الله متعال در دایره حیوانات هم میبینیم که الله متعال ما رو دستور داده به احسان. و اون کسانی که اهل احسان باشند، اون کسانی که صابر باشند، مؤمن باشند، متقی باشند، مطمئن باشند که الله متعال در واقع با نصرت خودش و با یاری خودش پشتوانه اونها خواهد. خیلی ممنونم حضرت مولانا، استفاده کردیم از بیانات ارزشمند شما. خیلی تشکر میکنم از حضور شما در این برنامه و همچنین تشکر خاص دارم از همه شما عزیزان که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید. در پایان عزیزی از همکاران ما، پدر بزرگوار همکار عزیزمون استاد انس قریشی، پدر بزرگوارشون شیخ عبدالغفار قریشی، از مشایخ و از مفاخر اهل سنت فارسی زبان که از فارغ التحصیلان دانشگاه ام القری مکه مکرمه بودند در علوم اسلامی، در شب گذشته شب 27 ایشون این سعادت نصیب شد که به رحمت الله متعال بپیوندن و از دنیا رحلت کردنشون و نماز جنازهشون هم لحظات پیش در مسجد نبوی شریف در مدینه منوره برگزار شد و بعد از نماز عصر و در قبرستان بقیع دفن شدن. برای ایشون این بزرگوار و برای همه عزیزانی که در روزها و شبهای گذشته از امت اسلامی از دنیا رفتن، برای همه پدران و مادران و خواهران و برادران و همه فرزندان و همسران، همه اقوام و خویشاوندانی که از ما و شما از دنیا رفتن، دعای رحمت، بخشش و مغفرت میکنیم در این لحظات و امیدوارم که همیشه ما در
دعاهای خودمون عزیزانی رو که از دنیا رفتن و گردن ما و شما حق دارن از دعا فراموش نکنیم. علی خصوص عزیزی که شب گذشته از آشنایان و عزیزان و دوستان صمیمی از دنیا رفتن، پدر بزرگوار همکارمون انس قریشی، شیخ عبدالغفار قریشی، امیدواریم که الله متعال همون گونه که ایشون رو این افتخار رو دادن تا در شب 27 ماه مبارک رمضان از دنیا رحلت بکنن، بهشت برین و بهترین درجات رو نصیب ایشون و همه گذشتگان ما و شما بگردانن. تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید و همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار شما. Mm-hmm.